این هفته خبر تو خبر داره براتون از عظمایی که اینطوری در مذاکره رو گل گرفت. در وضع کنونی مذاکره با دولت آمریکا اولا هیچ کمکی به منافع ملی ما نمیکنه، هیچ سودی برای ما نداره، هیچ ضرری را هم از ما دفع نخواهد کرد. یعنی سود که نداره هیچ. مذاکره با آمریکا در شرایط کنونی ضررهای بزرگی برای کشور داره که شاید بشود گفت بعضی از این ضررها جبران ناپذیر هستند. بعدم عباس شاورما اومد و همین حرف عظما رو اینطوری تکرار کرد. تعبیری که مقام معظم رهبری فرمودن یک بار دیگه که مذاکره با آمریکایی ها یک بنبست محضه و واقعا این به اصطلاح در این حرکت هم نشون داده شد. خب خیال میکردن که اسنپبک، اون هیولایی که از اسنپبک ساختن ما رو مثلا انقدر میترسونه که هر امتیازی حاضرین بدیم. قطعا اینطوری نیست. ما با قطعنامه‌ای که الان تلاش بر احیاش دارند ما قبلا هم زندگی کردیم. نمیگم چیز خوبی هست، من بارها اینو گفتم اصلا خوب نیست، ولی اون هیولایی که ازش تصویر کردن که ما رو وادار بکنن به امتیاز اون هم نیست. حالا مردم اما سخنگوی دولت زرشکیان بند رو آب داد و اینطوری گفت. نکته‌ای که در واقع در مورد مذاکره عرض کردم، ایران حتی پیشنهاد مذاکره مستقیم با آقای ویتکاف با حضور 3 وزیر کشور اروپایی و آژانس رو هم داد و اون کسی که سر قرار نیامد آقای ویتکاف بود. لذا این نکته رو مردم عزیز ایران باید بدونن. اینجا بود که امام جمعه های مال به دست عظما اومدن تا یه جوری این فضاحت رو ماسمالی کنن. رهبر انقلاب هم تأکید فرمودن که نباید با این جرثومه فساد مذاکره صورت بگیره. البته تو خبرها دیدم که امیدواریم غلط باشه که گفتن قصد مذاکره مستقیم داشتن و اونها نپذیرفتن. اگر غلطه که هیچ، اما اگر درسته باید توضیح بدن که چرا. من حالا فقط همین مقدار گفتم و رد میشم، جای صحبت داره. توی فضای مجازی هم برای خالی بندی های عظما از این کلیپ های طنز درست میکنن. البته این غنیسازی رو کشورهایی که میخوان سلاح هسته‌ای درست کنن تا 90% خلوص هم میبرن. ما چون احتیاج به سلاح نداریم و تصمیم بر عدم سلاح هسته‌ای هم داریم، تا اونجا بالا نبردیم، تا 60% بالا بردیم که رقم خیلی بالایی است، رقم خیلی خوبی است و برای برخی از کارهای مورد نیازمون در کشور لازمه. We are 2 months away from enriching weapons grade uranium to be used for peaceful purposes. It will be used only for medical research and clean energy. It will, and will certainly never be used to attack oh boy. زرشکیانم به تته پته افتاده و خودشم نمیدونه چی میگه. آمریکا ما رو همه چیز از ما نگیره، دست از ما نمیکشه. آمریکا ما الان خودشفا شدیم. چند تا دانشمندای ما رو ترور کردن. واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون وایسیم. احسن. درسته یا نه؟ طبق معمول وقتی آخوندا تو مخمسه گیر میکنن به یاد مردم میفتن و به سیاست التماس درمانی رو میارن. من تقاضا میکنم، من به عنوان سرباز شما مردم عزیز تقاضا میکنم به خاطر این ریش سفیدی ما، شما باشید تو صحنه، حضور داشته باشید. به این حرفایی چه ماها بگیم چه دشمنان بگه اصلا گوش ندید. نوچه های جلیلی میگن از اول غلط کردیم رفتیم پای برجام. اگر ما از هسته‌ای درست اون سیاست رو ادامه میدادیم و درگیر چاه برجام و اون محدودیت رو نمیشدیم،
ما الان میتونستیم یک کشور باشیم که به جای یه نیروگاه بوشهر چند تا نیروگاه بوشهر داشته باشیم. تو وسط هر سمت که زمستون و تابستون دچار قطعی برق به این شکل نشیم. ما حداقل برقمون رو میتونیم تامین بکنیم، خیلی چیزا دیگه میتونیم تامین بکنیم دیگه. اون مشکل اینه که سیاست ثابتی هم نداشتیم تو این قضیه و در اثر این انتخابات‌ها بر رفتن آمدن دولت‌ها چپ و راست شدن‌های سیاست کلان کشور آسیب خوردیم. بی‌طرفانه باید بپذیریم. نوچه‌های شیخ بری هم میگن با برجام همه این بدبختی‌ها رو 10 سال عقب انداختیم. از صحبت‌های شما ادعی بگن که دولت آقای روحانی با وزارت خارجه آقای دکتر ظریف چنین مسیری رو رفتن و الان بعد از 10 سال همون تحریم‌ها برگشته و اتفاقات بدتری شاید بدبینانه‌ترین حالت چیزی که 10 سال عقب انداختیم. دیگه بدبینانه از این بدتر نداریم. حداقلش که 10 سال از اون چیزی که آقای احمدی نژاد و آقای جلیلی برای ایران می‌خواستن بپزن 10 سال اون نقشه اون رو عقب انداختیم. این بدبینانه‌ترین یه خیلی ساده‌لوح بودن. همون ساده‌لوحی 10 سالی ماجرا رو عقب انداختیم. این برنامه می‌خواد در حدود 10 سال پیش انجام بشه. و کم به زمانی برای مجال درخواست کشیدن مردم ایران نبوده این دست. خلاصه این که بگو مگوهای کشکی تو نظام ولایت همچنان ادامه داره. آقای قدیر ابیانه ما کدومشون آقای ابیانه شما که از من واردتری، چرا آقای ترامپ در دور قبلی از برجام خارج شد؟ چرا خارج شد؟ چرا خارج شد؟ شما بگید. انقدر من میام تو شما جواب بدید. بگید دیگه. نه من میخوام شما بپرسم. چرا خارج شد؟ شما بگید. چرا خارج شد؟ شما بگید. یه عده‌ام برای جلوگیری از ریزش بسیجی‌ها رفتن سراغ قمپوزای دوغکی. دور تا دور آمریکا پر از پایگاه‌های موشکی ایرانه. به محض کوچکترین خطایی از سمت آمریکا، واشنگتن، تگزاس، شیکاگو، لس آنجلس، پنتاگون با خاک یکسان خواهد شد. البته پیشکسوت این خالی بندی ها این پاسدار نقدی بود که الان کلیپاش تو فضای مجازی به جوک تبدیل شده. من به شما بگم امروز اگر جمهوری اسلامی به امریکا حمله بکنه، امریکایی‌ها توان پاسخگویی نظامی ندارن. خواهند اومد دست دراز کنن برای مذاکره که آقا بیاید یه جوری حل و فصل کنیم. نه تنها نمیتونن حمله کنن، بلکه اگر بهشون هم حمله بکنیم نمیتونن جواب بدن. واقعا اینجوری هست. با کدوم اقتصاد میخوان بجنگن؟ با کدوم پشتوانه مردم خودشون؟ با کدوم پشتوانه تو مردم ایران؟ با کدوم پشتوانه تو افکار عمومی دنیا؟ با کدوم ارتش روحیه دار؟ اصلا همه جا در محاصره ما هستن. ناوگان پنجمشون تو بحرین، پایگاه هواییشون تو قطر، اصلا همه جا در محاصره، در کویت. تمام دور ایران رو گفت، بعد گفت اونا در محاصره ما هستن. یعنی معنی محاصره رو کامل برعکس فهمیده. یارو تو جبهه بیسیم زد، آقا من 8 عراقی اسیر کردم، بیاین کمک کنین بیاریمشون. گفتن خب خودت بیارشون. گفت آقا اینا نمیذارن من برگردم. از این بازی‌ها که بگذریم میرسیم به ترس اصلیشون که اینطوری از زبون کارشناساشون بیان میشه. در تاریخ ایران من یک همچین موقعیت‌هایی رو به این وضعیت سراغ ندارم که یک دفعه همه بحران‌های تاریخی پیوند بخوره با بحران‌های آنی و از توش نه یک به اصطلاح انقلاب مسالمت‌آمیز یا یک اصلاح تدریجی، بلکه یک برخورد شدیدی پیش بیاد که عنصرش ناپیدا است. مشنگستان این هفته رو با این حرفای زرشکیان شروع میکنیم که بعد از اون همه وعده حالا بگه فکر کنید ما اصلا نبودیم. اگه فکر کنید از دولت میخواید بگیرید، بشینید تو نوبت، بچه هاتون بزرگ میشند و بی سواد بار میاند و هیچ کاری نمیشه کرد. اگه فکر میکنید با این روند میتونید، به انتظار بشینید. فرض کنید اصلا ما نیستیم، بچه‌تون رو میخواید درست آموزش بدید، شهرتون رو میخواید درست کنید، چیکار میکردید؟ حکایت زرشکیان حکایت این باباه که ژست مهندس برق میگیره، ولی خودتون ببینید. توی این اوضاع و احوال قالیباف هم اینطوری به زرشکیان لگد میزنه. رئیس مجلس شورای اسلامی هم در این همایش به موضوع ناترازی‌ها در کشور اشاره کرد و گفت ریشه این ناترازی‌ها ناترازی مدیریتی است. اگر یک مقدار عمیق‌تر به این موضوعات نگاه کنیم،
برمیگرده به ناترازی معرفتی و شناختی نسبت به این موضوعات. قالیباف که اینو بگه تکلیف بقیه‌شون روشنه. همه ما میدونیم کشور شرایط سختی داره. به خدا جنگ 12 روزه رو همه دیدیم، چون بهمون موشک میزدن. اقتصاد وضعیتش بهتر نیست. حالا یه عده هم هستن میخوان برای بچه‌ها کلاس آموزشی اقتصاد بذارن، اما کامنت های بقیه جالب تره. پول 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 از همه رنگ، پولا رو ما یاد میگیریم با ریتم و آهنگ. این پول سبز هزاریه، 2 تومنی آبیه، 5 تومنی نارنجیه که هم رنگ نارنگیه. این یکی سبز پررنگ، 10 تومنی قشنگ، 50,000 تومانی صورتی و مامانی. جمع پولی که میبینی نمیشه یه سیب زمینی. این هم یک نمونه دیگه از توصیه‌های اقتصادی. برای بچه‌تون قلک بخرید. به نظر من یه وسیله آموزشی خیلی خوبیه برای بچه‌ها تو ایران. این شکلیه که میاد پول 20 تا چیپس رو میندازه توش، بعد 1 سال میره درشو باز میکنه، بعد میبینه پول 5 تا چیپس توشه. اینجوری یاد میگیره هر چیزی که احتیاج داره رو همون لحظه بره بخره، نه بعداً. حالا با مفهوم تورم، اقتصاد ایران، قسطی خرید کردن و خیلی چیزای دیگه که تو نمیتونستی با جملات ابتدایی هم بهش یاد بدی آشنا میشه. ته خط میرسیم به زرشکیان و نالیدن از ناترازی ها. الان سر $1 میلیارد چونه میزنیم از کجا باید پیدا کنیم؟ ما خودمون رو تحریم کردیم، اونا رو نمیخواد. اونایی که نفت ندارن، گاز ندارن، نمیدونم سوخت ندارن و میخرن چجوری زندگی میکنن؟ ما داریم و گشنه ایم. کی اما قبول میکنه این حرفا رو؟ به خصوص این که عظما توی موشکی هم گیر کرده و نمیدونه این یکی رو چی کار باید بکنه. نمیخوان ملت ایران مقتدر بشه. اینا دیروز میگفتن هسته‌ای دیگه. این نامه‌ای که آقای ترامپ برای مقام معظم رهبری نوشته اصلا بحث موشک توش نیست. میگه بشینیم روی مسئله هسته‌ای با هم مذاکره بکنیم. حالا مراکز هسته‌ای ما رو بمباران کردن، فکر کردن دیگه مسئله هسته‌ای ایران تمام شد. اونو بمباران کردن، میگن موشک نباید شما بیشتر از 400 کیلومتر داشته باشه. آخونده هم که از همه جا مونده و از همه جا رونده شدن به این جنگولک بازی ها رو آوردن. 3 بار تون تکرار میکنی و جایزه ویژه امروز مبلغ 1 میلیون تومان هدیه شماست. قبوله؟ به 1 میلیون نیاز داری؟ اگه باشه خرجش. اگه 1 میلیون بهش بدم بالاخره خرجش میکنه. آریا این جمله رو 3 بار تکرار کن، 1 میلیون تومان هدیه بگیر. آماده؟ 3 بار تون و بگیر. 3 درخت بید، 2 تاش بید، یکیش بید نبید. اون که بید نبید بین اون 2 تا بید. ببین فکر کن ما 3 تا درختیم. خب میگی 3 درخت بید. آقا من درختم مثلا 2 تاش بید، یکیش بید نبید. اون که بید نبید بین اون 2 تا بید. 3 درخت بید. این هم کلش دود میده. خاموش کردم. بچه ها یه دست افتخارش بزنیم لطفا. در پایان این شما و این هم یک قایق دانش بنیان. در پایان توجه شما را به یک موقعیت جالب در مرز بین 2 استان جلب می‌کنیم. به این ور جزء استان مرکزی شهرستان دلیجان، از این خط به این ور جزء شهرستان کاشان استان اصفهان. یعنی توی این کوچه 2 تا کانال گاز، 2 تا لوله آب، 2 تا کانال تلفن. فقط برقشون مشترک مال استان مرکزیه. این خونه مال عموم جزو استان اصفهان، این خونه مال اون عموم جزو استان مرکزی. یعنی این خونه به این خونه بخواد تماس بگیره باید کد استان به استان بگیرن. این حسینیه جزو شهرستان کاشان استان اصفهانه.
این مسجد جزء شهرستان دلیجان استان مرکزی. شما نگاه کن پیچ و خم کوچه از پیچ و خم به بالا جزء دلیجانه. این واقعا ما الان اینجا برقش دلیجانه، آبش کاشانه، برقش گازش اصفهانه، حسن شیر تو شیری شده اینجا برای ما. جالبتر از همه اینها این که مقبره امامزاده، قبر امامزاده، زیارتگاه امامزاده حضرت سلطان علی جزء استان اصفهانه، قتلگاهش جزء استان مرکزی. هر هفته میریم سفر تو کوچه های خبر، داره میره توی گور این روزمای در به در، غمها رو از دل ببر با خبر تو خبر، خبر تو خبر، خبر تو خبر.